سلام بچه‌ها، به کانال تابتا خیلی خوش اومدید. داخل این ویدیو مستر بیست دو تا آدمو خیلی رندوم برداشته برده تو جنگل که هر یه روزی که بتونن بیشتر اونجا دووم بیارن $10,000 تو یه روز بهشون تعلق. قبل از اینکه بریم سراغ تماشای ویدیو، یادتون نره که تیم تابتا برای دوبله این ویدیو خیلی زحمت کشیده و لایک شما میتونه خیلی به دیده شدن ما کمک کنه. پس اگر لطف کنید لایک ویدیو فراموش نشه، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. عشق منید، بدون معطلی بزن بریم سراغ تماشای ویدیو. من این دوتا غریبه رو همین الان آوردم وسط جنگل و ناکجا آباد. این دو نفر تا حالا با عمرشون هم دیگه رو ندیدن. سلام، چطوری داده؟ اگه هر روزی که جفتتون اینجا زنده بمونی بهتون $10,000 تعلق میگیره. پولاتو جمع کن آجی که مال آلو هست. خیلی خوب، دوربینو بذار زمین، وقت رفتنه. مراقب خودتون اه. باشید. این ویدیو میتونه شما رو میلیونر کنه. اینقدر اینجا میمونیم تا همه پولا رو بالا بکشیم. خیلی مخلصم هیزر. اسم منم گریس خوشبخت. گریس خیلی خوب. قراره واسه مدت نامعلوم زیادی بهترین از رفیقم همین باشی. لحظه این دو نفر با هر 24 ساعت زنده موندن $10,000 کسب میکنن و تنها محدودیت مدت زمان موندنشونه که یعنی میتونن میلیونر بشن. رفیق، با این فرصت میتونیم مثل سگ پول داریم. الان باید یه جای مناسب پیدا کنیم، آتیش به راه و شبمون رو صبح فکر کنیم. کنم همینجا واسه اتاق خوبه. اونا بقیه شب و هیزم جمع کردن و آذوقه‌شون رو چک کردن. تقریبا به اندازه 5 روز غذا داریم. با 2 تا بطری آب. یه چند دست لباس تمیز، ژاکت و لباس گرم و از همه مهمتر آتش زنه. بریم یه آتیش مشتی بپا کنیم. نره کارمون خیلی درسته. حالا با برگای سوزانی کات جا خواب درست میکنیم. خیلی نرم نمیشه ولی حداقل از سرما یخ نمیزنیم. خدای من زنده. و صبح که شد سر کله منم پیدا شد که $10,000 اولو بهشون بدم. رفقا، اولی شبتون چطور بود؟ سرد. خب میدونم که یه روز گذشته ولی من $10,000 رو نیاوردم. همینجا پولش کنیم نه؟ آره به نظرم. اما به نظر من بالا رو نگاه کنید. اوه، چرا یه دانا دختر نمیایه؟ اندازش. قرار نیست من هر روز بیام اینجا. از اون هلیکوپتر $10,000 با چمدون واسهتون میفته اون پایین. تو وای، $10,000 نگاش که با کن. چت داره میاد. ای بگیرش، مراقب باش نخوره تو صورتت. آی حاجی پولا، چه فسق و فجورایی بعد این ویدیو بکنم. و کنار اون چمدون پول این تفنگ منورتونه. آه. هر وقت باش به سمت آسمون شلیک کنی یعنی چالش واسهتون تمومه و با هر چقدر پولی که تا اون موقع درآوردی میری خونه. به نظرت چقدر بمونید؟ یه سالش میشه $3.5 میلیون پشما. این مال تو؟ یه ساله. این مال من. حالا 2 نفره میتونیم تصمیم اما جلوتر بگیریم. میبینیم که خیلی هم اینطوریه. خب من حالم بده و باید اون تفنگو کش برم تا بتونم خلاص بشم. فقط کافیه که شلیک کنم و بعدش دوباره پدر بشم. اگه همچین کاری بکنی منم یه کاری میکنم که مادر بشی. خب رفیق، آماده چه باحال گفتی. بچهای دوبله خلاقیت گذاشتن رو 100. هیچ از شک. روز سوم کاملا مشخص بود که رفقامون از زمین خوابیدن خسته شدن. بعد از یه 10,000 تای دیگه که زدن تو رگ مشغول ساخت با سرپناه شرکتم برگا رو برمیدارم و باهاشون روی سرپناه میپشونم. این تیکه آهن از یه تاب قدیمی پیدا کردم و به نظرم واسه تاق سرپناهمون چیز عالیه. لایه اول انجام شد. بسن بریم. حالا روی این بخشش کار میکنیم. همونطور که میبینین چند تا ستون داره. باید از چتر نجات و تنابش لایه ضد آب برای سقف سرپناهمون درست کنیم. احتمالاً اکثر مردم فکر کنن که دلیل اتمام و شکست این چالش من خواهم، ولی پولش واسه دانشگاه و بچه‌ها در روز میخوام. چهارم دنبال یه منبع آب گشتن. اونجا رو یه مرداب به نظرم بجوشونیمش رواله. باید خیلی مراقب باشیم چون میتونه پر از باکتری و انگل باشه. اینم از این. مزه پای شرک میده. خیلی خوب، وقت خواب. شو گیریش خورده خوب نمی‌کنه. روی آروم خواب دیگه خوابش نمیاد. میشه گفت سومین مگه روز پای متوالیه که شرک رو کلاً 2 خوردی؟ ساعت تونستی بخوابی. مثل سگ هوا سرده. مثلا اگه الان بارون بگیره راهی بیمارستان ولی به میشی. پولش میارزه. و دمای پایین تنها دردسری نبود که اومده بود سراغشون. آزوقه هامون رو به اتمامن. گریز میگه بهتره روزه بگیریم که بهتر از نداری و فلاکته. و توی چند روز بعد مشکل مگه اینا روزه دارن اصلا؟ وای تیم دوبلمون ترکونده بچه. از همین تریبون تشکر میکنم. آزوقه هامون رو به اتمامن. گریز میگه بهتره روزه بگیریم که بهتر از نداری و فلاکته. و توی چند روز بعد مشکل گرسنگی داشت بیشترم میشد. سر صبح کم گوشت چیپسی خوردیم و دیگه تمام. جیمی اندازه 5 روز بهمون غذا داد. الان روز نهمیم. اینا گیاه من همش سوال بود برام که اینا غذا دارن از کجا میارن. الان فهمیدم که کلا غذاشونو بهشون یه مقداری دادن. من همش داشتم میگفتم اینا چی دارن میخورن تو این چند روزه. آخه نشون نداد اصلا. و دیگه تمام. جیمی اندازه 5 روز بهمون غذا داد. الان روز نهمیم. اینا گیاه ارملکن. گریس میگه خوراکیه. توی این نقطه از چالش واضح بود که بچه‌ها داشتن از گشنگی میمردن، اما از شانس خوبشون تو روز دهم یه غافلگیری براشون داشتن. اونا رسما تونستن 10 روز برطبل تبو شد. بیارن. بزن اینم قدر. از کیفتون. وایسین، ایوه. اینجا جاییه که قضیه قراره جالب بشه.
هلیکوپتر. آه چی شد آجی وای؟ یعنی چی میتونه باشه؟ وای خدای من دیگه چیه؟ واقعا هیجان به زدم. مناسبت روز دهم یه پیشنهاد ویژه براتون دارم. مطمئنم از خوردن برگای بدمزه خسته شدی. پس واسهتون به اندازه 10 روز غذا، ادویه‌جات و هر چیزی که برای ماهیگیری نیاز دارین آوردم و همشونو به قیمت $50,000 میفروشم. بفرمایید گوشت خشک. نخوریشا. اوه. این لوبیا چطوره؟ وای خیلی خوبه. او قهوه. خب وقت داریم مشورت کنین. 10 دقیقه دیگه برمیگردم. ببین راست میگه تمام تجهیزات ماهیگیری داره. 50 تا. 50 تا. به خدا اگه قبول نکنم واقعا احمقن. آخه میدونید 10 روز یعنی $100,000 پول درآوردن و فقط الان دارم میگم 50,000 تاشو بدن. دارم بهشون لطف میکنم. بریم بهشون بدیم. آره. خیلی خوب. خیلی خوب. بیا چیمی؟ اگه تا 1 دقیقه دیگه تصمیمو بگین این 2 تا شکلات هم میره تو پاچتون. بله. قبول داده. باشه هنوز 59 ثانیه دیگه وقت داریم ولی باشه. اینم واسه شما. ممنون بابت 50,000 تا. عزیزی نوش جونتون. راستی جعبه هم مال خودتونه. دور سرت خدافظ بگردم خدافظ. خیلی حال دادی ممنونتم. چیزی بود که نه. عملا $50 آیتم و $50,000 کرد توشون. عزیزی نوش جونتون. راستی جعبه هم مال خودتونه. دور سرت خدافظ بگردم خدافظ. خیلی حال دادی ممنونتم. چیزی بود که نه نباید می‌آوردم ولی به اندازه شهریه دانشگاه بچه‌ام خرجش شد. سلام علیکم. سلام چطوری؟ من هنوز باورم نمیشه هر روز $10,000 نازل میشه برام. غذایی که خریدن تا 10 روز نگهشون میداره ولی اگه بخوان تا 1 سال برسن خیلیه ولی هدفمون 1 ساله. هنوز باید بگردن و یه منبع خوراکی درست حسابی پیدا کنن. شاید با خودتون بگیم پس چرا اینا ماهی نمیگیرن، چون توی مرداب سگ پر نمیزنه چه برسه به ماهی. ما واسه ماهیگیری به یه آب در حال جریان احتیاج در داریم. حالی که هیز داشت در مورد بچه‌هاش غرغر میکرد 2 ساله که اصلا خوب نمیخوره. اینطوری شد. این که اونجا رو مرداب نیست نهر و آبش در حال جریانه. تو این میشه ماهی پیدا کرد. اونجا رو یه اردک. اینجا بهترین مکان واسه ماهیگیری و و اتراق. بعد از چند روز باد و بارون ناجوان مردان سرد حداقل الان $100,000 کاسب شدیم. تصمیم به نقل مکان به کنار منبع آب جدیدشون گرفتن و یه سرپناه خواستن بپا کنن. صبح شو بخیر آقگیریز. چطور هر روز زودتر پا میشی؟ داریم یه مقدار چوب خوش جمع میکنیم واسه سازه جدیدمون. بعدش باشون یه چیز مثل هرم درست میکنیم. بعدم به طول مطلوبمون میبریمش. ببخشید تقصیر خودم بود. خیلی خب درسته که شاید شروع خیلی درخشانی نداشتن اما درست به محض سرپا کردن دوباره سازشون بقیه روزو صرف خورده کاریای سرپناهشون کردن. حتی اسکله خودشون رو ساختن که راحت‌تر ماهیگیری کنن. اینم از این. چه خوب شده. خیلی خوب شده. حالا باید ماهی بگیری. شروع کنیم دیگه. آره برین تو ایول. با کارش. وجود اینکه روز خوبی بود اما بدون کیسه خواب هنوز زمستون بود و هوا هم کماکان ناجوان مردانه. یه شب خیلی سرده دیگه تمام سرمایه‌شون دارن یخ میزنن. حالا پیشنهاد بعدیمو میدونم. روز 20 و اونا به جنگل نفوذ کردن. دیگه وقتشه با قایق برن بالا سرشون. این صدایی که داره میاد و میشنوی. چی میگی؟ صدای قایقه؟ فکر کنم همین جان. آره. یه پیشنهاد باحال داره واسهشون میاد. حالتون چطوره بچه‌ها؟ سلام جیمی. سلام رفیق چطوری؟ 2 تا چیز. اولا تایرمون خراب شد. اینو دستی آوردم بهتون بدم خدمت شما. 100,000 تا خیلی که مجموعاً ممنون میشه داده. $140,000. و در ضمن واسهتون یه پیشنهاد دیگه دارم. زود باشین بازش کنین ببینین چی توشه هر ها. که پسندیده شود. میتونین 10,000 تا بدین و یه کیسه خواب بگیرین و میتونین 50,000 تا بدین و جفتشو بگیرین. یعنی چی؟ جفتشو بخوای 5 برابر میشه. میتونم درش اگه بیارم؟ منظورت کیسه است آره خیلی درش خوب بیار. باشه. راحت باش. یه امتحانش کنی. اینا همون کیسه خوابایی که باشون رفته بودیم قطب جنوب. کارشو در میاره. جنسشون عالیه. اینم پیش بینی هواشناسی تا هفته آینده است. پیشنهاد میکنم یکیشو حداقل بگیریم. وقتی این کارو شروع کردیم ناشی بودیم و نمیدونستیم باید چی کار کنیم. اما الان باش سازگار شدیم. رخت خواب درست کردیم از کپای برگ کاج. داریم تو این وضعیت خوب عمل میکنیم. کسی هم از کیسه خواب بدش نمیاد اما پولش خیلی زیاده. فاصله من و گریز موقع خواب از فاصله من و زنم کمتره. کاملا جدی میگم. یعنی هیچ کدومتون نمیخواینش؟ شب که آره به نظرم تصمیم آخرمون نمیخوایم. آره منم موافقم. حتی یه دونش هم نخواستین. خیلی خب بچه‌ها جمعش کنین. البته که بچه‌ها بدون کیسه خواب هم دعوا می‌کردن اما مشکلی کم بوده غذا هنوز پابرجا بود. اونا بعد از یه مدتی یه روتین واسهشون به وجود اومده بود و اونم این بودش که آب جوش کنن و سر سامون بدن به سرپناهشون و سعی به ماهی گرفتن کنن که خیلی هم خوب پیش نمیرن. یکم آشغال گوشت واسه تومه داریم. با طرف میندازیمش تو آب و منتظر میمونیم که ماهیا بیان این برنه. روزها میگذشتن و دریغ از حتی یه ماه. خب بریم ببینیم چند تا ماهی خفت کرد. $210,000 تا الان جمع کرد.
گریز البته اینجا اگه رو همچین چیزی نگاه. اصلا شکار ببین. نمیشد بهتر بود. این دیگه چیه؟ میشه خوردش؟ اولین شکارمون یه مارماهی بود که فکر کنم باید زغالیش کنیم. قراره یه اوناگی آمریکایی داشته باشی. این اولین چیزیه که تو 27 روز اول گیرمون اومد. خیلی اتفاق جالبیه، خدا رو شکر بابتش، و قراره یه غذای خوشمزه به نظر هر چیزی از جز خوشمزه. اما از اونجایی که یه ماهی بود غذای تازه نخورده بودن، احتمالاً تخت سنگ هم میپختن، به نظرشون خوشمزه بود. همش گوش. جدی خوب شده. خیلی خوب شده، واقعا خوشمزه است. دوست دارم. میگم اگر همینطوری بتونیم ماهی بگیریم یه سال دیگه رو شاخه. آره داداش، بریم سمت 1.5 شب میلیون. بخیر. و توی روز 28 هم شروع به ساخت تخت خواب توی سرپناه جدیدشون کردن. اول 2 تا سپایه میذاریم، 2 تا چوب اصلی روشونه، چوبای افقی هم که میان روی این 2 تا، و بعدش یه تخت ساخته شده از چتر نجات و برگ کاج. خب بعد از اینکه دیدم مکان جدیدشون داره بهتر و بهتر میشه، نگران شدم نکنه جدی باید چند میلیون پیاده شن. فقط میدونی کاش 2 طبقه‌اش میکردی. نه خدای خوب نیست. اونا هر ایده و انرژی داشتن روی سرپناه جدیدشون که کنار نهر بود گذاشتن، اما این میتونه اشتباه بزرگی باشه، چون میتونست به جای مارماهی چیزای دراز دیگه بیاد سمتشون. پاره شد. دیگه اونقدری که اینجا بودم پیش بچه تازه به دنیا اومدم نبودم. یه بچه 2 ساله هم دارم که با خانومم تنهام. چطور به بچه 2 ساله میشه قبولوند که بابایی داره که نه زنگ میزنه نه میبینتت نه باهات حرف میزنه؟ میگم اگه یه چی واسه فروش بیارن چی؟ حاضر بخری؟ اینجا ما دهنمون سرویس شد تا هیزم جمع کنیم و درستش کنیم. میدونی اگه هیزم آماده چیزی بیارن واقعا خوب میشه. احتمالاً حاضرم 10 تا آتش بدم. ما الان وسط جنگلیم و دیگه حتی خودمون نمیدونیم دقیقاً کجاییم. خیلی خوب پسر، چطوری؟ عالی پسر، تو چطوری ها؟ به عنوان پاداش دووم آوردن به مدت یه ماه یه فروشگاه براتون اوه آوردم. جالبه. ما کل فیلمای ولاگاتون رو تماشا کردیم، هر چیزی که نیاز داشتین رو یادداشت کردیم، از جمله هیزم، بیلچه، لوازم پخت و پز، ملافه، حتی کتاب و بورد گیم. هر چی میخوای بردار ببر، فقط به قیمت 10,000 تومان. اوه بفرمایید، خواهش میکنم، مغازه خودتونه. الان 240 تایی بردیم. میتونم یه نگاهی بندازم؟ اینا چه چیه؟ بندن؟ آه. اون چتر نجاتا که دیگه لازم نیست. خیلی خب، ملافه ها رو هم ببین. دوستشون دارم، ولی به نظرم میتونیم با همون چتر نجاتا درستش خیلی خب گریز، چیه که نمیتونیم با چتر نجات انجامش بدیم؟ خیلی چیزا. خیلی خب بچه‌ها، هیزم نمیخواین؟ چقدر برامون میافته؟ همینی که هست دیگه. مشتری بودیم اگه چوب بی‌نهایت میدادیم. من هر چیزی که لازمشون بوده آوردم، ولی اونا بازم چیزی نخواستن. دیگه داشتم به این فکر میکردم که نکنه آموزش دیده ارتشی چیزی باشن. بابا یعنی هیچی نمیخوایم بگیرین؟ دارین روزی 10,000 تا کاسب میشین. میدونین یعنی چی؟ باید بگم دست شما درد نکنه. ای توف توش. راستشو بخواین اصلا و ابدا فکر نمیکردم از بین اون همه چیز هیچی رو نگیرن. دفعه بعد یه کاری میکنم پول خرج کنی. ببینیم چی کار ایشالله که میکنی. بتونی. خدافظ. اینم رفت. آدم معمولی بود، روز دوم چایده بود زیرش. اصلا و ابدا فکر نمیکردم از بین اون همه چیز هیچی رو نگیرن. دفعه بعد یه کاری میکنم پول خرج کنی. ببینیم چی کار میکنی. ایشالله که بتونی. خدافظ. اینم رفت. با اون تانکش. همینجا وایسا، حالا یه غافلگیری واسه شماها دارم. نولان به نظرت اینا شبیه چیه؟ عالمه گوشی. دقیقش میشه 1000 عدد تلفن همراه. چون توی یه هفته آتی میخوام به 1000 نفر که چنل ما رو سابسکرایب کنن به قید قرعه نفری یه سامسونگ گلکسی S24 بدم. $1,000,000 خرجشون شده و میخوام به شما تقدیمشون کنم و تنها کاری که باید بکنین اینه که چنل من رو سابسکرایب کنید که کاملا رایگانه. میخوام بدونید که قدردان همه این لطفا و محبتاتون هستم. یه دنیا برام ارزشمنده. سابسکرایب کنید و یه گوشی ببرید. اونا بدون هیچ کدوم از ابزارهای فروشگاه من ادامه دادن و متاسفانه توی چند روز آیندهشون نتونستن هیچ ماهی بگیرن. و با وجود اینکه هر روز پولشون رو میگرفتن، غذاشون رو به اتمام بود و باید سریعتر یه فکری میکردن. آخرین سوراخ کمربندم واسم گشاد شده. فکر کنم نهایتا به اندازه 2 روز دیگه واسم اون غذا مونده. اصلا خوب نیست. اصلا نهر بدون قایق به چه درد میخوره؟ باید بریم یه جایی که رود اونجاست. اگه بتونیم خودمون رو به اون رود برسونیم و ماهی بگیریم دیگه همه چی فرق میکنه. با وجود اینکه جیره غذاییشون در حال اتمامه، تنها امیدشون برای پیدا کردن غذا این بودش که از مرداب رد بشن تا به اون سر رودخونه برسن تا شاید یه چیزی بتونن برای خوردن پیدا کنن. این همه انرژی مصرف کردن خیلی ریسک داره، اما خب مجبورم. شاید بتونم زمان بیشتری دووم بیارم. اما بعد از یه پیاده روی طاقت فرسا هر چیزی که دنبالش بودن رو پیدا کردن. خدای من، اینجا رو رودخونه قشنگتر از این تا حالا تو عمرتون دیدیم؟ پیدا کردن این رودخونه دقیقاً موضوعیه که مشخص میکنه ما بیشتر دووم میاریم یا دیگه کارمون تمومه. خوشبختانه اون با خودش سلاح مخفی هم داشت. من و گریز چوب ماهیگیری خودمون رو ساختیم که ماهیگیری رو خیلی برامون آسون‌تر میکنه. با شکستن چوب ماهیگیری هیز، اونم تو سریع‌ترین فرصت ممکن، مجبور بود با دست انجامش بده و ساعت‌ها به سعی کردن ادامه بده.
و شکست بخوره اینا و اگه نتونه ماهی رو که به زور گرفته نگه داره، انرژی که تا اینجا مصرف کرده رو رسما حروم کرده. اما درست در لحظه‌ای که آماده تسلیم شدن یکی بود، دیگه خودشه. ها آره، یا ابرفرض مثال بهتون نگفتم این یکی خودشه؟ شانس سر خونش رو زد. نمیتونم صبر کنم تا اینا رو به گریز نشون بدم. مطمئنم برگاش میسوزه. ضیافت به راه. ایول داداش دمت گرم. انگاری بعد 10 سال یه غذای درست درمون خورد. در همون حین داشتم یه پیشنهادی واسهشون تدارک میدیدم که رد کردنی نبود. روز 40 و بیشتر از 1/3 میلیون دلار درآوردن و یه پیشنهاد خیلی خیلی ویژه واسهشون دارم. فقط با $10,000 که به نظرم با کلم قبولش میکنین، جفتتون میتونین خانواده‌هاتون رو ببینید. در واقع همین الانم دارم میبینن. خدای من عزیزم عمرم بتونم قبول نکنم. راست میگی منم نمیتونم. بیا سگ خور جیمی. سلام دختر بابا. ببخشید خیلی بومیدم عزیزم. سلام تالیا. اما یه چیزی شیرینی این تازه دیدار کردن رو میگرفت و نگران کنندش میکرد. اونم به وجود اومدن این سوال تو ذهن همه و دونستن جوابش بود. ازمون میخواین چقدر اینجا بمونیم؟ میخوام همین الان خونه باشم. واقعا میگم. دوست داشتن رو که میدونم، اما در حد نیاز داشتنه. آره بهت نیاز داره. آره باید پیش پسرمون باشی، باهاش اخت بگیری. مهم نیست اون آقای چی میگه. به اندازه کافی پول درآوردی، برگرد خونه. اون گفتگو خیلی برام سخت و سنگین بود. با این حال دیروز واقعا روز بی‌نظیری بود. همه چیزی که عاشقشون بودم و داشتم. خانواده‌ام، زنم، بچه‌ام، رفیقم گریس. انگار که یه هدیه از طرف خدا بود، ولی الان تموم شده. این که تو آغوشم بود و میدونستم حالش خوبه، دید منو کلا نسبت به این چالش و این قضیه عوض کرد. حالا که پشتیبانی مثل همسرم دارم، میخوام که انقدر بمونم تا حداقل 1 میلیون. بعد از گذروندن یه روز عالی با خانواده، هیز و گریز از همیشه با انگیزه تر و سرحال‌تر بود. چه گل بارو زانو بزن برام. ماهی تنوری باش. ای جان اینجا رو ببین. با اینکه اتفاقی افتاد که میتونست حسابی حالشون رو بگیره، $400,000. انگار مهمون تعیین جنسیت اینجا بوده که پدر بچم رئیس فیفا بوده. با وجود اینکه از لحاظ روحی روانی وضعیتشون فعلا عالی بود، هنوز یه مشکل برای حل کردن داشتن. برای اینکه برای ماهیگیری به رودخونه برسن، اول باید به سختی از این مرداب عبور می‌کردن. اما اگه یه قایق داشتن، میتونستن به راحتی از این ور نهر تا اون ورش برسن. دارم قایق میسازم. ایده اینه که سازه اصلی از چوب بسازم و روش روی یه پلاستیکی بکشیم تا شناور بمونه. من خیلی امید زیادی به ساختن اگه قایق بتونیم ندارم. بدون جون کندن توی مرداب خودمون رو برسونیم به رودخونه ماهی بگیریم، به ریسکش میارزه. وقت اولین سفر قایقی منه. برو بریم. شاکر گریز. نه 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 نه. و قضیه جالبتر میشه وقتی که مشخص میشه پیشنهاد بعدی من واسهشون چیه. روز 50 ببینم در چه حالن. مخلص آقا. دارین اینجا یه چیزایی میسازینا؟ بی خیال قایق ساختین؟ بله. یعنی داری میگی این چیزی که اینجاست غرق نمیشه دیگه؟ میخوای امتحان کنی؟ یعنی نه. وای خدا، این جدی کار میکنه. این یارو جدی قایق ساخته. خب حالا که وضعیت اینطوریه، خیلی جریان فرق میکنه. واقعا عجیبه که شما همین دیروز یه قایق ساختین، چون امروز براتون یه قایق آوردم که روش یه رستورانه. آجی پشمامی خیلی باله جیمی. قبل از اینکه پیشنهاد بعدیمو بهتون بگم، میخوام مطمئن شم که ذهنتون آرومه. این مستر بیست باکس جدید ماست که میتونید توی تک تک رستوران‌های زکسبی پیداش کنید. جو مزه بهش میده این جعبه شامل بهترین مرغ درجه 1 و خوشمزه است. و قسمت قشنگش اینجاست که هر کدوم یه شکلات مخصوص هم داره. و هدف ما از این همکاری این بودش که بهترین مرغ سوخاریو با بهترین شکلات‌ها با هم ارائه بدیم. زکسبی همچنین 12 تا سس مختلف. الان کلی مزه تو دهنم حس می‌کنم. چه مزه‌ایه؟ خیلی خوبه. مخصوصشه. ببین چقدر شاد شدن. اگه شما هم می‌خواید شاد بشین، همین الان برید زکسبی و مستر بیست باکس رو بگیرید. حالا که شکمتون پر شده، پیشنهاد روز 5 هم اینه که با $50,000 صاحب این قایق بشید. ما موتوری چیزی نداریم، چطوری می‌خوایم حرکتش بدیم؟ با یه چوبی چیزی حرکتش بدین دیگه. خب نمیدونم از سخت اونجایی شد. که خیلی عجیب خودتون دیروز قایق ساختین، تخفیف میدم بهتون 40 تا خیرشو ببینید. جواب من اینه که من عاشق قایق خودمم، پس با تمام وجود میسپارمش به گریس. گفتی 40,000 تا؟ نه نمیخوامش. ایول. همین تله مرگو ترجیح میده. اگه اون غرق شه کارتون تمومه، مطمئن باشید. بابت غذا ممنونم، دست پنجولت درد نکنه. خدافظ جیمی، به دیگر دیگر سلامت. بدرود. همین قایق 40,000 تومونو حفظ هنوزم کرد. بهش میگم تله ستون من. حرف زدن تو بپا. حاجی وقتی اومدیم اینجا 40 زمستون بود. یادت چقدر سرد بود؟ آره ولی الان دیگه همه چی خیلی گرمه. حالا دیگه بهار فرا رسیده.
و عددشمون خیلی راضی به نظر میرسه. چقدر گلوگیا اینجاست. اینجا خیلی هم بد نمیگذره. روز چندم این 50؟ نمیدونم، حسابش دستم در رفت. صدای هواپیما میشنوم. کو داره میاد با سمت این ما. یکی داراییمون میشه 440,000 دلار. اینجا. وقتشه باهاش یه مبل 2 نفره عاشقانه درست کرد. 80% چیزی که روش نشستیم قرار مستقیم تزریق به کسب و کارم بشه. میدونی دیگه نمیخوام کیتی مجبور باشه شیفتای 24 ساعت وایسه. این پول خیلی به خانوادم کمک اما میکنه. در حالی که هوا گرم و دلپذیر شده بود، مشکلات خودش هم با همراه همین داشت. الانش هم مثل ما. $5,000,000 بردن. واقعا زیاده. ولی 2 ماهه حاجی، قشنگ آدم جنون میگیره. همین مونده تو نشان بزنی. و همینطور موش. ولم کش جل نموش. اونم هر شب کسافت همه مرس. آب کج خلقشون کنه. به نظر میاد هیز داره جو میکنه تا برسه. هیز کمک میخوای خودت دادا؟ چی فکر میکنی؟ یه تکونی به خودت بده حداقل دیگه. هیز چرا نمیری تنابای ماهیگیری و تو چرا وقتی با من حرف میزنی دهنت بازه؟ خیلی عصبیه. حالا که تو اونجا رفتی میتونی اون تنابارم چک کنی؟ مگه الان دارم چیکار چه می‌دونم، میکنم؟ گفتم یادآوری کنم. آقا ممنون، این کارو دارم خودم انجام میدم. اینا رو خودت میگی یا شوهرت داره کمکت میکنه؟ خیلی عصبی. اینم در نظر داشته باشین که دیگه تا اون موقع هیز و گریز رفیقای صمیمی شده بودن. اما هیز تنابش رو به اتمام بود و جوک های گریز دیگه داشت میرفت رو فکر گریس که عقب برم بهتره اصلا درست نبود. معلومه، چون کاملا فکر احمقانه ایه. هیز داداش، شرمنده نمیدونستم جدی دارم میرم رو مخت. فکر کردم مثل همیشه داریم سر به سر هم میذاریم همچین چیزی. مشکل نیست، ببخشید. رواله. باشه. بعد هیز با ناامیدی دوربینشو خاموش کرد و تو رودخونه شروع به پارو زدن کرد و شروع به اتراق کرد تا فردا ادامه. هیز یه سفر آبی داشته و به نظرم یه کمم از دست من فرار کرده. آخه قطعا به فکرش هستم و میدونم که شبا هوا خیلی سرده، اما بعد چند روز برنگرده مجبورم برم دنبالش. باید یه جوری خوشحالش کنم. خب از اون موقعی که جیمی اومده بود پیشمون یه تخت چوب جا موندش. میخوام با استفاده از اون و چند تا از کیف پولامون براش میز بسازم. خیلی چیز حقی شده دمم وقتی گرم. هیز برگشت خونه دست خالی نیومده بود. به نظر میرسه هیز از ماجراجویی بزرگش برگشته. آقا بنازم این یه قزالالاست. دمت گرم. خیلی داغونم. میگم میتونم یه ذره واسه خودم باشم. نه داداش، راحت باش. گریس، جونم داداش. این چیه؟ میزمونه. ما یه میز داریم؟ بله که داری. آقا ای ول، میدونستم خوشحالش میکنه. این میز $100,000 سگی گریزه. آقا به 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 به. خوش برگشتی رفتی. داداشت برگشته خونه. حالا که نیازشون برطرف شده بود و رفاقتشون هم برگشته بود، هنوز یه سوال باقی میموند. چقدر میخوام بمونن؟ میگم بیا یکم جدی حرف بزنیم. باشه. پایان کار. راستش من بیشتر از 5 روز بریدم. شاید بتونیم یه هفته دیگه هم خودمونو بکشونیم. فکر کنم میشه نفری 35. اگه من اون منور رو تو روز 70 شلیک کنم چه حسی داری؟ خیلی خوب باشه. ناراحت و ناامید میشم. خیلی بده. به نظرم روز 70 با هم یه صحبتی داشته باشیم که تصمیم بگیریم ادامه بدیم یا نه. منطقیه. به گریز قول دادم که بیشتر ادامه میدم به خاطر اون، ولی بابتش اصلا خوشحال نیستم. صبح بخیر. هیز اخیراً خیلی ناراحت به نظر میرسه. حسش میکنم. این بنده خدا میخواد نشونش نده. ولی خب واسه همین هم یکم نگرانش. با گریز در مورد صحبت کردیم، میخوایم بیشتر بمونیم. داره بهم فشار میاد و هی بیشتر و بیشتر میشه. اما خب باید مرد قوی جنگل رو بذارم کنار و پدریمو کنم. یه روز دیگه. آره. او نه 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 میدونستم اینطوری میشه. دیدم جدولش باز نشد. هیچ داره سمت کیفی میره که واسه اون انداختن تا ببینه در چه حاله. روز 70 امروز از گریز میپرسم دیگه کارو تمومش کنیم یا نه، ببینم چی میگه. قراره با این همه پول چی کار کنی؟ اتفاقا منم در موردش صحبت دارم. وقتش شلیک کنیم. نظرت چیه؟ من میخوام بیشتر بمونی. میدونم تو دوست داری هرچه زودتر بکشی بیرون و بری پیش خونه. آره در مورد اینکه 200 بار حرف زدیم. فقط میخوام بدونم نظرت در مورد امروز چیه، شلیک کنیم یا نه؟ میتونی یه روز دیگه هم بمونی. 24 ساعت به خودت وقت بده. بعد ببین چی فکر میشه. خیلی کردم، ولی اگه بخوای یه روز دیگه بمونیم خب میمونیم. وای چه خبر بچه‌ها؟ چطوری جیمی؟ هی بیا یکم 2 نفری حرف بزنیم از این سمت. اگه هیز اصلا نباشه به نظر خودت چند روز دیگه میتونی اینجا بمونی؟ میتونم بگم 45 روز دیگه مثلا. احتمالاً بیشتر از اون نمیتونم دوام. حالا به نظرت هیز چقدر میتونه بمونه؟ اون هر روز میگه بیا بری. چقدر به این فکر میکنی که منور رو بزنی؟ همه روزو. پس چرا نمیزنی؟ تو این وضعیت خب گریز میخواد $1,000,000 کاسب بشه و خب دلم نمیاد نه بهش بگم. یه حس تعهدی هم نسبت بهش دارم، ولی خب کفه خانواده سنگین‌تره. آره میدونم چی میگی. واقعا منتظرم که اون منور رو شلیک کنی.
واسه گریز نمیخوام ضد حال باشم، اما دیگه بریدم. گفتم باحال میشه اگر برگردم اینجا. اولین قرارگاه، جایی که هر شب با گریز شونه به شونه بودیم و بعدش اینطوری بودم که دیگه تمومه، دیگه جایی برادرمه. توقع داشتم آخرش با کلی پول بیارم، اما فکرشو نمیکردم یه رفیق واسه بقیه عمرم پیدا کنم. من یه دنیا برام ارزشمنده و باید به این فکر کنم که چی واسه خودم و خانواده‌ام مفیده. هیز دیگه اونقدر مسلسل شده بود که رسما رفت سر کیف گریز و تفنگو ازش دزدید. با اینکه اصلا از اول ایده اون بود که 2 تا قسمت بکننش. این واسه من. تو این نقطه تنها کاری که باید بکنم اینه که ماشه رو بکشم و بعدش دوباره پیدر بشم. میدونم وضعیتت خیلی چالش برانگیزه. کاری که اینجا داری میکنیم اصلا آسون نیست. با تمام وجودم باور دارم که موندنت اینجا کار درستی واسه خانوادته. تو داری براشون شرایطی رو فراهم میکنی که زندگیشون رو تغییر میده. نه دیگه، به نظرم داره تاثیر عکس میذاره. فکر میکنم دیگه باید پیششون باشم. به نظرم تو اینقدر ناراحت بودی و اینقدر دلتنگ خانوادت شدی که خب بذار اینطوری بگم این کار گمونم واسه دیگه پولش واسه مهم فرسایشی نیست. شده. واقعا تنها چیزی که اینجا نگرم میداره تویی، وگرنه حالم به هم میخوره از اینجا. آره خانواده من خیلی هم خوب میدونی نظرمو عوض کنی. نمیدونم. دیگه مشخص بود که گریز مجبور بود تصمیم بگیره کدومو انتخاب کنه. هیزو بازخانه کنه که بیشتر توی این جنگل بمونن تا پول بیشتری بگیرن، یا وقتی که رفیق شفیقش نیاز به کمک داره به دادش برسه. من نمیتونم تصور کنم که اصلا میتونستم این کارو با کس دیگه ای تجربه کنم یا نه. این از ته دلم میگه. حقیقتا جای برادرمی. میدونی واقعا متاسفم که ایرود فشار آوردم و فشار. آخه واقعا نمیخوام ناامیدت کنم. معلومه که نمیکنی. برادر همون امید نمیکنه. قاعدش همینه. همه چی بالاخره یه جایی به پایان میرسه. اون منفر بده بیاد. اینو بهت مدیونم و شرمنده که اینقدر طولش دادم پسر. فکر کنم دیگه وقتشه که تمومش کنیم رفیق. شطلق عاشقتم رفیق. منم همینطور. $670,000 بردم، ولی اینجا آخرش اوج رفاقت و اوج ویدیوشون بود. خیلی قشنگ، واقعا انگار یه فیلم نشستیم تماشا کردیم و همراهشون بودیم. سوار اون یکی شو، بریم سراغشون. پولدار شدی. خیلی. سلام پسرا. وای خدا، وقتی پیادهشون کردیم این شکلی بودن، حالا بعد از 74 روز این شکلی شدن. واقعا دیوونه کننده است. آره شبیه دیوونا. 2 ماه و نیم شدش که از این جنگلا خارج نشدیم و حالا وقت آخرین غافلگیریه. وای خدا. سلام. وای خدا بعد از 74 روز اونا $670,000 پول به دست آوردن. یادتون نره ما داریم 1000 تا گوشی مدل بالای سامسونگ به کسایی که تو هفته آینده سابسکرایب میکنن میدیم. پس یادتون نره اون دکمه رو بزنین. آقا خیلی ویدیوی قشنگی بود. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. $670,000 رو با دلار 58 خودتون حساب کنین، یک عددی در میاد که اصلا قابل گفتن نیستش. و برمیگردیم